این صحابه پر از نوری که امروز اویدهش صحبت میکنیم اون بود که تمام مالش یعنی پول و بایگریش را هنگام هجرت از دست داده بود. وقتی وی خبردار شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه هجرت میکنند، خواست همراه حضرت به مدینه رود. لیکن قریشی ها نگذاشتند. آنها همه راه ها را بسته بودند و هیچ کس نمیتوانست که از مکه بیرون شود. یک شب وی پنهانی به مدینه رهسپار شد و وقتی که از مکه برآمدنی شد در راه او را قریشی ها واخوردند. این صحابه همراه خود کمان داشت و کمانش را گرفت و به قریشی ها گفت شما میدانید که من بین شما از همه کمانوری بهترین هستم و تا آن دمی که شما به من نزدیک شوید من با هر یک تیری که همراه خود دارم یک نفر شما را میکشم. بعد از آن که تیرهایم تمام شوند من با شمشیر همراه شما می جنگم. لیکن اگر خواهید من به شما جای طلا و بایگری خود را که پنهان کرده بودم میگویم و بعد شما پیش راه مرا نمیگیرید. بعد از این قریشی ها با هم مصلحت کردند و راضی شدند که آنها طلاها را میگیرند و او را رها میکنند. بعد وی جای طلا و بایگریش را گفت و به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رهسپار شد. آن زمانی که وی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را با سخنان زیرین پیشواز گرفتند. تجارت تو با برکت بود. تجارت تو با برکت بود. تجارت تو با برکت بود. صحابه با پیامبر صلی الله علیه و سلم نگریست و گفت به خدا قسم که در راه کسی پیش از من نآمده بود، یعنی که وقتی که می آمد کسی او را نگذرانده بود و او گفت که کسی از من پیش نآمده بود. به درستی که این خبر را به تو جبرائیل رسونید. خداوند اون حادثه را که شده گذشت به پیامبرش رساند. ببینید که تمامی بایگریش را وی فروخت. همه طلاهایی که داشت فروخت. بر عوض چی؟ بر عوض آن که به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رود. برای آن که در راه خدا برود وی همه را فروخت. برای دین خود و رضای الله وی از همه چیزی که داشت دست کشید. ما مسلمانان نیز باید همین گونه باشیم. برای ما باید رضای الله در جای اول باشد. همه چیزی که در این دنیا هست اینها ابدی نیستند. همه این می آید و می رود، ولی الله جاودان است و رضای او مهمتر از همه چیز است. وی به مدینه برای گرفتن وظیفه بلند نرفت. وی به مدینه برای باز دوباره به دست آوردن مال صرف کردهش نرفته بود. مقصد او تنها رضای الله بود. این گونه بود صهیب الرومی رضی الله عنه. برای چی الرومی؟ یعنی ویزانتیا یا اینکه روم. زمانی که صهیب رضی الله عنه حالا در روم نبود، در دیگر جا زندگی میکرد. اصلا او رومی از روم نیست. بجای زیست او رومی ها هجوم میکنند و با دیگران او را نیز به اسیری میگیرند. وقتی که صهیب رضی الله عنه به اسیری میافتد او را به روم میبرند و آنجا وقتی که در روم بود طرز گفتنی آن مکان برایش عادت شد، برای آن که لهجه رومی داشت و برای همین از سبب آنی که وی لهجه رومی داشت او را الرومی میگفتند. صهیب رضی الله عنه تخمین از 30 نفر بود که اسلام را قبول کرد و یکی از اولین های بود که از مسلمان شدن خود کشاد آشکار میگفت. او با دین مبارک و از مسلمان بودن خیش فخر میکرد.
وای میگوید که من با محمد صلی الله علیه و سلم پیش از آنی که با دعوت خود به اسلام حاضر شد دوستی داشتم و انتخاب دوست را ببینید که چگونه دوستان را برای خود انتخاب میکرد. یعنی ما نیز باید همین گونه باشیم و اگر به جای زیست صهیب رضی الله عنه رومی ها هجوم نمی کردند، او را اسیر نمی گرفتند و به مکه نمی آوردند، یعنی او را به مکه آورده نمی فروختند، شاید وای با محمد صلی الله علیه و سلم شناس نمی شد و شاید اسلام را قبول نمی کرد. یعنی این همه عذاب هایی که وای پیش از مسلمان شدنش از سر گذراند خیر بودند و هر یکی ما نیز اگر با مشکلی روبرو شدیم نباید راه افتاده شویم، زیرا اینها همش بر فایده خود ماست. گرچنده آنها برای ما دشوار نمایند هم خداوند داناتر است و هیچگاه ما را تنها نخواهد گذاشت. صهیب رضی الله عنه را نیز وقتی که از مسلمان شدن خود گشاد و آشکار می گفت عذاب شکنجه می دادند. او را تا آنجای شکنجه کرده بودند که وی چی گفتنش را نمی فهمید. محمد صلی الله علیه و سلم آیدی صهیب رضی الله عنه گفتند که از مردم روم اولین شده صهیب به بهشت خواهد درآمد. یعنی از بین همه آنها وی اولین شده به بهشت خواهد درآمد و این است پاداش آنی که وی در دین خود استوار ماند. این است پاداش خداوند برای عبادت و اطاعت او. این صحابه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سال 38 هجری در سن 70 سالگی از عالم درگذشت و خداوند داناتر است. من از خداوند طلبگار هستم تا فردا ما را در بهشت همراه او و حبیب خود محمد صلی الله علیه و سلم یکجا گرداند. این بود سرگذشت یکی از صحابه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که کوتاهانه برای شما پیشنهاد کردیم. تا قسمت های دیگر خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.